من و آمیس یه مچ داریم دوتایی. ایشون یک هو از پشت موتور پیاده میشه و من متوجه نمیشم. تا متوجه هر کسی بشه 2 ثانیه طول میکشه دیگه. تو 2 ثانیه هم میمیره. میگه چرا نیومدی؟ اینا حواسشون نبود، داشتن لوت میکردن، میتونستیم بزنیم. بعد پیاده میشم بزنم، میگه دمیج سگن، هر کدومو یه روب میزنم. یه اشتباهی انجام میده، مگه گردن میگیره؟ ببین حالا خودتون نگاه کنید ببین تقصیر منه یا ایشون. شما نظر بدید. بریم با هم ببینیم. بابا بیا فایت بده. خود چرا میری؟ دو نفر دمیج سگه. آخه داشتن لوت میکردن. ببین اونو بذاری خیلی فکر کنم ویو بگیر از قور زدنای من. برای چی پیاده نمیشه؟ خب پاشو فایت بده. میدونم که گردن نگرفتم اونجا، ولی انتظار داشتم که شخصیت فایترت اجازه نده که از 2 نفر رد بشی. یعنی چی؟ خیلی زشته این کارات اصلا. یعنی چی مدرک جمع میکنی واسه یه پست؟